بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما شما قضیه باقی مانده، یعنی چطور ما شما یک عدد را سر یک دیگر تقسیم کنیم یا یک پولینوم سر دیگر پولینوم تقسیم کنیم و نموجه که کدام باقی مانده عدد به دست بیاید و نمو مسائل باشه و نمو قیمت پولینوم، یعنی طور گفته میتونیم که قیمت پولینوم که به دست میآید و نمو قیمت پولینوم و نمو که تقسیم کنیم باقی مانده هم میشه. یعنی پولینوم را اگر ما شما به x منفی تقسیم بکنیم در این جایی که کدام حاصل میآید و نمو چی باقی مانده میآید و باقی مانده قیمت اینمی پولینوم است و نمو قیمت اینمی پولینوم است. اگر ما شما اینجا قیمت را مثلا اینمی صفر مساوی کنیم و ای را قیمت دار x قیمت دار و نمو قیمت دار x اینمی چه وضع میکنیم. خب ما یک مثال را حل میکنیم. px پولینوم مساوی میشه 2x مربع مثبت 3x مثبت 4 تقسیم بر x مثبت 3. اول ما شما چی میکنیم؟ اینمی را مساوی میکنیم بر صفر، یعنی قیمت x را به دست میاریم. x مساوی میشه باشید x جمع 3 مساوی بر صفر، یعنی x اینمی 3 را ما شما اینمی طرف تبدیل میکنیم که x مساوی میشه با منفی 3. این قیمت x ما شما به دست آوردیم. اینمی قیمت ما شما در اینمی پولینوم وضع میکنیم. p بجای x چی وضع میکنیم؟ منفی 3 مساوی میشه 2 ضرب منفی 3 کل مربع مثبت 3 ضرب در جای x چی میمانیم؟ منفی 3 و جمع 4. خب p منفی 3 مساوی میشن 2 ضرب منفی 3 اگر ما شما طول شرف کنیم، یعنی جفت والا مالا منفی 3 را که در که منفی 3 ضرب کنیم چی میشه؟ منفی مثبت 9. مثبت ضرب منفی 3 ضرب 3 هم 9 جمع هم 4. خب این را مساوی میکنیم، یعنی میشه بیاد p منفی 3 مساوی میشه 2 ضرب 9 18 منفی 4 منفی 9 و مثبت 4 چند میشه؟ منفی 5. این مساوی میشه مثبت 18 و منفی 5 چند میشه؟ مثبت 13. این شد اینمی قیمت اینمی پولینوم ما شما آوردیم. اینمی باقی مانده هم اینمی ما شما اینمی پولینوم را سر اینمی پولینوم تقسیم کنیم. اینمی قیمتش چی است؟ باقی مانده هم میمانه 13 باقی مانده میمانه. اینمی ما شما اینمی را حل میکنیم. از میازماییم مثلا امتحان میکنیم که تو جواب میاد یا نه. خب 2x مربع مثبت 6 و مثبت 4 تقسیم x مثبت 3. اینمی این پولینوم را ما شما سر این پولینوم تقسیم میکنیم. در اینمی حالت 2 تقسیم بر 1 2 x مربع را اگر ما شما سر x تقسیم بکنیم تنها یک x میمانه، یا مثلا 2x مربع سر این دو جای کنیم یک x تقریبی x اختصار میشه تنها چی میدیم؟ x. اینمی دیگه که ضرب میکنیم 2 ضرب 1 2 x ضرب x مربع مثبت ضرب مثبت 2 ضرب 3 این هم شد 6x. تقسیم عملیه تقسیم ما شما خوانده بودیم. اینمی چی میکنیم؟ اینمی را که جمع میکنیم تفریق میکنیم. اینمی چی میکنیم؟ اینمی را علامتش تغییر میکنیم. مثبت است مثبت است منفی 2x مربع منفی 2x مربع منفی 6x و مثبت 3x چند میشه؟ منفی 3x. 4 پایمال منفی تقسیم بر مثبت منفی
3 تقسیم بر 1 3 x را که x زد x تقسیم کنیم چی میمونه؟ اختصار میشه ختم میشه 1 خب نمیاد پس نمیاد ضرب میکنیم منفی ضرب مثبت منفی 3 ضرب 1 3 x منفی ضرب مثبت منفی 3 ضرب 3 یه هم شد 9 پس اون علامت شما تغییر میکنیم منفی از مثبت میشه منفی از مثبت میشه منفی 6 و 3 مثبت 6 ختم میشه میمونه ثابت عدد مثبت 4 و مثبت 9 چند میشه مثبت 13 وقتی ماندهش هم چند شد 13 اینه میگه ما شما چند به تصور 13 اینه میگه قیمت شما اینه میگه که مثلا نمیره ما شما قیمت x درمیان و نمره داره اینه میگه کدوم وزن میکنیم هر چقدر عدد که ما شما به دست آورد اونمو پس اونمو تقسیم اونمو بلکه مانده هم اینه میگه عدد است میایم یک سوال دیگر هم ما شما اینه میگه حل میکنیم عمومی طریقه شد اینمیست نمیاد یک سوال مثال دیگر هم میگیریم گفته که پولینومی x مساوی میشه 5x مربع مثبت x و منفی 9 گفته که اینمی رو تقسیم کنیم x مثبت یکی بر 2 سر اینمی عدد شما اینمی پولینوم اینه تقسیم کنیم خب اینمی پولینوم را سر اینمی ما شما تقسیم کنیم میان اول ما شما چرا قیمت x را پیدا میکنیم یعنی x مساوی میشه x مثبت یکی بر 2 مساوی صفر میکنیم یکی بر 2 را طرف مساوات تبدیل میکنیم یعنی x مساوی میشه منفی یکی بر 2 اینه قیمت x را ما شما تبدیل میکنیم وزن میکنیم خب p یکی بر 2 منفی مساوی میشه یعنی در هر جایی که پیش روی ما شما x آمد ما شما رو چی وضع میکنیم منفی یکی بر 2 را وضع میکنیم دو رو میکنیم 5 ضربی منفی یکی بر 2 کل مربع مثبت در جای x چی میمانیم منفی یکی بر 2 منفی 9 اینمی پولینومی منفی یکی بر 2 مساوی میشه 5 ضرب منفی یکی بر 2 اینمی صورت مربع است مخرج مربع است زیر اینمی مربع است و منفی مجموع مربع میشه یعنی منفی ضرب منفی ضرب منفی شما چه میشه مثبت میشه یکی مربع شو پس اونمو یک دوکی مربع شو 4 مثبت ضرب منفی منفی یکی بر 2 و منفی 9 اینه بیاد میتوس ضرب میکنیم یعنی پولینومی منفی یکی بر 2 مساوی میشه 5 ضرب یک یعنی مخرج شنیست مخرج هم یک است صورت ضرب است مخرج ضرب مخرج 5 ضرب یک 5 تقسیم بر چی؟ 4 منفی یکی بر 2 و منفی 9 اینه مخرج مشترک شن ما شما میگیریم که مخرج مشترک شن اینه مخرج شنیز مخرج شن یک است اینه مخرج مشترک شن ما شما چی میگیریم 4 یا مساوی میشه اینه چی میدیم 4 تقسیم بر 4 یک ضرب 5 منفی 4 تقسیم بر 2 ضرب 1 2 منفی 4 تقسیم بر 1 4 ضرب 9 36 این مساوی میشه 36 منفی است و 2 منفی است چند میشه منفی 38 منفی 38 و مثبت 5
یعنی 5 روپیه داریم، 5 روپیه ما شما برای کسب بدیم که 38 روپیه قرض هستیم. چند میمانه؟ 33 میمانه. 33 تقسیم بر 4. یعنی حاصل باید ما شما به دست آورد. خب اینمی حاصلش هم شد که اگر ما شما اینمی را سر اینمی تقسیم بکنیم باقیشان چی میمانه؟ 33 تقسیم بر 4. یا مثلا 33 تقسیم بر 4 کنیم تقریبا چند میاد؟ 8 چند میاد مقدار عدد شد. اینمی قیمت ما شما به دست آورد. او میدانیم که اینمی با قیمت داره چطور ما شما به دست بیاریم. پس ما شما گفته میدانیم که یک پولینوم ما شما دیگه پولینوم تقسیم که میکنیم با کمک اونم تقسیم ما شما نمیکنیم که اون پیش تقسیم اونم تنها یاد گرفتیم. اینمی قیمتشان که هست اون قیمت ما شما در این پولینوم وضع میکنیم. حاصل که هر چی که علامت اونم قیمتی اونم باقی مانده به دست میاریم. تقسیم عملیه اجرا کنیم پس اونم باقی مانده ما شما به دست آورد. اونم این قیمت به دست میاریم. اونم دیگه مثال که ما شما داریم اونم رو شما حل بکنیم فرشن کار. تشکر.